درود بر شما. اخبار امروز شنبه 31 ینور را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ من طاهری سفر تقدیم می‌کنم. امروز در برنامه راه دوشنبه خوجند پاککاری و باز شد. حرکت نقلیات را به نوبت یک روز از دوشنبه روز دیگر از خوجند اجازه می‌دهند. مقامات تاجیکستان میگویند هیچ گونه مذاکرات برای عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا سازمانی به رهبری روسیه وجود ندارد و گفتگو در این زمینه هم نشده است. سال گذشته به اتحادیه اقتصادی اوراسیا قرقیزستان و ارمنستان وارد شدند و عضویت آنها برای ما بسیار جالب است. ما با نظرداشت همین مقیاس آموزش عضویت در اتحاد را وسیع کردیم. Расширили спектр изучения этих вопросов с участием членства этих стран. وزیر عدلیه آمریکا از فرمان رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد توقف ورود مهاجران حمایت نکرد، از وظیفه‌اش محروم شد. تفصیل خبرها. در تاجیکستان راه مهم دوشنبه خوجند را برای حرکت نقلیات باز کردند. ترمه زیاد در این راه روات در راه را در 3 روز گذشته سخت و ناممکن کرد، ولی حالا به رانندگان اجازه دادند از شمال به مرکز یا برعکس حرکت کنند. نمایندگان شرکت ایرس متصدی نگاهبین و نظارت راه دوشنبه چناق به رادیو آزادی گفتند حرکت ماشین ها در راه بر اساس جدول وزارت نقلیات و بازرسی دولتی اتومبیلی صورت میگیرد. بر اساس جدول حرکت به نوبت اجازه داده می شود، یعنی روزهای طاق به مثل یک شنبه و سه شنبه ماشین ها از خوجند به دوشنبه حق حرکت دارند و روزهای جفت یعنی چهارشنبه و جمعه حرکت از دوشنبه به سمت خوجند صورت میگیرد. برف زیاد و ریزش ترمه از روز 28 ینور به این طرف دهها قطعه راه دوشنبه خوجند را بست. صدها نفر با ماشین‌هایشان بند ماندند. 6 نفر هم در این فلاکت‌های طبیعی و در همین راه جان دادند. مقامات تاجیکستان در دوشنبه گفتند حالا هم مسئله عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا را می‌آموزند، ولی قرار نهایی در این باره قبول نشده است. در این باره نعمت الله حکمت الله زاده وزیر رشد اقتصاد روز 31 ینور در یک نشست خبری در دوشنبه صحبت کرد. Этот вопрос сейчас находится на стадии. این مسئله در مرحله آموزش قرار دارد. ما در این باره بارها صحبت کردیم و میگوییم که این یک روند بسیار جالب است. سال گذشته به اتحادیه اقتصادی اوراسیا قرقیزستان و ارمنستان وارد شدند و عضویت آنها برای ما بسیار جالب است. ما با نظرداشت همین مقیاس آموزش عضویت در اتحاد را وسیع کردیم. Расширили спектр изучения этих вопросов с участием членства этих стран. به هیئت اتحاد اقتصادی اوراسیا یک سازمان به رهبری روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و بلاروس شاملند. با وجود میل روسیه برای پذیرفتن تاجیکستان به سازمان، دوشنبه آشکارا درباره شامل شدن یا نشدن به سازمان صحبت نکرده است. بعضی از اقتصاددانان میگویند در صورت ورود به اتحادیه کارخانه‌های تاجیکستان نمیتوانند با شرکت‌های روسیه و دیگر کشورهای عضو رقابت کنند و ممکن است مفلس شوند. وزیر اقتصادی تاجیکستان در این باره در آستانه سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بعد دوشنبه صحبت کرد و گفته می شود که در ملاقات او با رئیس جمهور رحمان ممکن است مسئله اتحاد اقتصادی اوراسیا هم بررسی شود. و در ادامه مجله خبری گزارش داریم درباره برکناری وزیر عدلیه آمریکا، اخراج مهاجران کاری تاجیک از روسیه و خصوصی گردانی بعضی از مؤسسه‌های دولتی تاجیکستان. ولی قبل از آن به یک آگهی توجه کنید. عطا محمد نور ولی قدرتمند ولایت بلخ گفت که امکان گرفتن مقام در حکومت مرکزی افغانستان را بررسی دارد. حسن نظر وجود داره که ما با کابل وظیفه بگیریم، ولی بخاطر واقعا ما تنها وظیفه انتخاب نکردیم. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دادستان کل کشور را از مقامش برکنار کرد، زیرا او با سرپیچی از فرمانده حکومت گفت که دستور کاخ سفید را درباره محدود کردن مهاجرت به ایالات متحده در دادگاه حمایت نمی کند. عملکرد سالی یتس عملکرد نادر به حساب می رود، چون در تاریخ آمریکا کم دیده شده است. کایمرسیتا گزارش می دهد. سالی یتس دادستان کل آمریکا که همزمان وزیر عدلیه است روز 29 ینور گفت این نهاد دستور دونالد ترامپ برای 120 روز متوقف کردن قبول پناهجویان، منع قبول پناهجویان از سوریه و منع 90 روزه ورود شهروندان ایران و عراق، لیبی، سومالی، سودان، سوریه و یمن را در دادگاه حمایت نمی کند.
سالی یتس گفت باور ندارد دستور موافق به وظیفه‌های وزارت عدلیه باشد که وظیفه‌اش عدالت‌جویی و حمایت از حقیقت است. چند ساعت بعد از این بیانیه او را از مقامش برکنار کردند. کاخ سفید گفت که عملکرد سالی یتس سیاسی است. ریچارد بلومنتل وکیل دموکرات از موقع سالی یتس حمایت کرد. من می‌خواهم به سالی یتس احسان بگویم چون برای اصولهای والای اخلاقی و قانونی وزارت عدلیه ایستاده‌گری کرد و گفت که حمایت چنین دستورها ناممکن است. The rule of law and morality is more important than the politics of the moment. دونالد ترامپ گفته است دستور تفتیش دقیق پناهجویان برای محافظت امریکا از حمله‌های تروریستی ضرور است، ولی منتقدان میگویند دستور مسلمانان را ناعادلانه هدف گرفته است و مخالف ارزش‌های تاریخی امریکا است که همیشه درش برای مهاجران باز بود. سالی یتس که باراک اوباما او را وزیر عدلیه برگزید، باید روزهای نزدیک مقامش را به جف سیشن، نامزد برگزیده دونالد ترامپ میداد. به گفته حکومت امریکا، دانا بوینت، دادستان ویرجینیا شرقی تا زمان تایید نامزدی سیشن وزیر موقتی عدلیه تعیین می شود. دانا بوینت به روزنامه واشنگتن پست گفته است دستور درباره مهاجرت را عملی می کند. در تاریخ امریکا بسیار کم شده است که وزیر عدلیه آشکارا از اجرای دستور حکومت سرپیچی کند. نمونه پرسر و صدای آن از سال 1973 است که در آن زمان دادستان کل الیوت ریچاردسون با سرپیچی از اجرای امر رئیس جمهور ریچارد نیکسون دادستان پرونده جنجالی واترگیت را از مقامش برکنار نکرد. و این زمان شورای رابطه‌های آمریکایی اسلامی اعلان کرد به ضد دستور دونالد ترامپ برای منع ورود پناهجویان از 7 کشور مسلمانی به دادگاه شکایت برده است. نمایندگان شورا روز 30 ژانویه در واشنگتن در یک نشست خبری گفتند شکایت رسمی از طرف 20 دعواگر به دادگاه فدرالی پیشنهاد شده است. به گفته سازمان بزرگ مسلمانان در آمریکا دستور دونالد ترامپ مخالف کنستیتوسیون و یا قانون اساسی است. و برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات تاجیکستان گفتند یکی از آسایشگاه‌های بزرگترین کشور را امسال به فروش می‌گذارند. رهبر کمیته انور نجمی‌الدین زاده روز 30 ژانویه در یک نشست خبری در دوشنبه گفت قرار است امسال مزایده برای خصوصی کردن آسایشگاه خواجه آبیگرم در 48 کیلومتری دوشنبه برگزار شود. سال 2016 دولت تاجیکستان استراحتگاه‌های مشهور زمرت و شاهنبری را خصوصی کرد. انتقاد زیاد است که فروش کارخانه‌های دولتی ناشفاف صورت می‌گیرد و این کارخانه و مؤسسه‌ها به دست آنها می‌گذرد که با حلقه‌های حکومتی نزدیکند. مقامات ادعاها درباره چنین فساد را رد می‌کنند. در صورت تغییر در دیدن چنین حالت‌ها و مراجعت شدن از جانب سرمایه‌گذاران کمیته آماده است که همچون مقام وعده‌دار در دولت همکاری کند. و در نشست خبری کمیته همچنین گفتند در 9 ماه سال گذشته به اقتصاد تاجیکستان 695 میلیون دلار سرمایه خارجی وارد شده است که نظر به سال 2015 زیادتر است. سر می‌زنیم به کشور همسایه به افغانستان که آنجا تا محمد نور ولی بلخ و یک رهبر نیرومند شمال افغانستان با رئیس جمهور اشرف غنی امکان پیوستن به حکومت را بررسی دارد. این عملی او می‌تواند صحنه سیاسی افغانستان را در عرصه انتخابات ریاست جمهوری در سال 2019 هم تغییر دهد. عطا محمد نور در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت مذاکرات خود هم با جناب رئیس جمهور دوام بدیم و هم برای آرایش دادن و اساس ساختن جمعیت و مذاکرات با اعضای رهبری جمعیت و سلسله تغییراتی که در نظر است که اعضای شورای رهبری جمعیت بیشتر شود و معاونین هم بیشتر شود، وظایف تقسیم شود، بعد در ولایات و بخش‌های دیگه که لازم است کار صورت بگیرد تا جمعیت یک مقدار متحول شود و متحرک شود و یک مقدار سازمانی یافته و سازمانی حرکت بکنه. و کارشناسان میگویند موقع عبدالله رئیس حکومت اجرایی افغانستان و یکی از رهبران دیگر جمعیت اسلامی ضعیف شده است و عطا محمد نور میتواند در انتخابات سال 2019 هم رقیب جدی اشرف غنی شود. بعد از اینکه در اینجا نتیجه ملموس باشه، نتیجه خوب باشه، قناعت بخش باشه، بله در بلخ ما راضی هستیم که تغییرات باید بیاید و به خود من وظایف پیشنهاد شده و این حسن نیت
حسن نظر وجود داره که ما با کابل وظیفه بگیریم، ولی بخاطر واقعا ما تنها وظیفه انتخاب نکردیم و شخص خودم اولویت ندادیم. ما میخوایم که در سطح ملی و در سطح احزاب بزرگ و سیاسی یک توجه شد و تغییرات بیاید و اینا راضی باشن و سهم خوب با حکومت داشته باشن. این برای ما اولویت است. و خبرنگار رویترز می نویسد افغان‌های زیادی از ناکامی حکومت وحدت ملی و افزایش آشوب‌های طالبان نگران هستند. همچنین سازش با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار سهم قبیله‌های پشتون را در حکومت بیشتر کرده سبب شده است که بسیاری از تاجیکان افغانستان و به ویژه اعضای جمعیت اسلامی خود را در کنار احساس کنند. و از سوی دیگر مشکل‌های عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور که مثل عطا محمد نور در شمال افغانستان تکیه‌گاه دارد و از را غیر قابل پیش بینی کرده است. همین ماه دادستانی افغانستان امر داد 9 محافظ دوستم برای بدرفتاری با والی سابق ولایت جوزجان دستگیر شوند. دادگاه در شهر مسکو امر داد 5 مهاجر کاری تاجیک را از روسیه اخراج کنند، زیرا به گفته دادگاه آنها قانون‌های اقامت در روسیه را رعایت نکردند. ولی مهاجران و وکیلان دفاعشان حکم دادگاه مسکو را بی‌عدالتی نامیدند و به رادیو آزادی گفتند ضمن بازداشت و مرافعه پلیس حقوق آنها را پامال کرده است. شعلای گل خواجه گزارش می‌دهد. من 25 سالم. اویلا دارید؟ نه، اویلا دارم. واقعه از این سر شد که شمسیدین و 4 دوستش را 18 ینور پلیس مسکو با اتهام رعایت نکردن قانون مهاجرت بازداشت کرد. رجیستر ما در همین کوارتری که ما زندگی می‌کنیم رجیستر ما در همینجا نیست. در دیگر جای ما در جایی که ما رجیستر زندگی نداریم. Это что, запретная зона или что? Почему? Подождите. Не. На каком основании? Скажите, пожалуйста. بعد از پافشاری حامیان حقوق آنها را آزاد کردند. با والنتینا چوپریک زنگ زدم و ما یک جای با اداره پلیس رفتیم، از قفوی همین کار شدیم و آنها را اون روز اول روز 18 آگوست آنها را ما از آنجا خلاص کردیم. با خیلی جنگ و جنجال زیاد ما آنها را خلاص کردیم. به قبل مهاجران وقتی آنها درباره رفتار غیرقانونی پلیس شکایت کردند دوباره بازداشت شدند. دادگاه نویای لوبرتسکی آنها را جریمه و امر اخراجشان را هم صادر کرد. روز 22 ینور آنها از حکم دادگاه نویای لوبرتسکی به سود ولایتی شکایت بردند. 3 مهاجر کمالوف شمسیدین، سیدف ابوبکر، سنگاکوف میرزا احمد به وکیلان دفاع خود وکالتنامه دادند تا از حق آنها در مرافعه دفاع نمایند و 2 نفر دولتوف احمدشاه و مجنونوف آیت الله در این مرافعه ها اشتراک میکنند. دپارتاسیون روزی نیستیم. کاروچه اگر هم 5000 اشتراک میکنن ما در دپارتاسیون روزی نیستیم. هم اشتراک میکنن هم دپارتاسیون میکنن. یا تشبه برای ما بکنن. تا انجام مرافعه شهروندان تاجیکستان بر طبق قانون میتوانند در مسکو باشند. شمسیدین و ابوبکر و میرزا احمد چپته خریدند و روزهای نزدیک به وطن برمیگردند و همانجا حکم دادگاه را انتظار میشوند و امید دارند دوباره به روسیه برمیگردند. و گزارش کامل در این باره در وبسایت azadi.org هست و همین گونه در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک نیز نشر می شود. و ورزشکار تاجیک خوشبخت قربان محمدوف در مسابقه بین المللی جودو در ایالت نیوجرسی امریکا 2 مدال طلا به دست آورد. او در وزن تا 66 کیلو همه رقیبانش را شکست داد. خوشبخت در این مسابقه در وزن تا 73 کیلو هم بر 4 رقیبش پیروزی به دست آورد و نشان طلا گرفت. شهروند دیگری تاجیکستان نوروز محمد سنایف دارنده کمربند سیاه و استاد ورزش در وزن 90 کیلو رقیبانش را شکست داد و مقام دوم را صاحب شد. در این باره دلیر امرویف پروموتر نوروز روز 31 ینور به رادیو آزادی خبر داد و گفت که ورزشکاران تاجیک در مسابقه گاردن استیت جودو کلاسیک روزهای 28 و 29 ینور صاحب نشان شدند. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت ما، در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک، در شبکه آزادی ویدیو در یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن های همراه.